Новое радио. Все только начинается. Новое радио. این شوم همراهی ما هستند در استودیوی رادیوی ناو و اینم باشد هنرمند صنعتکاری جوان در کشور چهارشنبه علواتов میباشند که شما رو با رادیوی ناو خوش آمدید میگم. تشکر زیاد. خب چهارشنبه همه آنهایی که با ما و برنامه بی‌تنفس میآیند سیتوره ها مهمون میشوند، نخستین سوالی که پیشنهاد مینمویم این چه خیل شام شما آغاز مییابد؟ شام شما از چی سر میشود؟ شام هر یک کس هر خیل میگذارد با فکر من و فکر میکنم که شام هنرمندان ممکن مانندتر گذارد. مثلا از کدام جهت مانند؟ از جهتی که مثال با معرکه ها یک اصلا بسیاری ها روزایی که مثال هر شام معرکه ها یعنی توی یا یگون معرکه دیگر با فکر من همین خیل است. یعنی میگوید که شام شما از معرکه ها آغاز مییابد؟ نه اینکه هر روز هم معرکه نیست، هر روز هر خیل میشود. مثلا یک شام در معرکه است، یک شام در خانه، یک شام در استودیو. میخواستیم بفهمیم که نخستین قدم های شما به ساحه صنعت چگونه بود و من کدام وقت شما قرار دادید که صنعتکار میشوید؟ زیرا که در حیات در بین گویم این صنعتکاری باز بسیار گویم کسب‌های هنرهای دیگر است، لیکن شما مخصوصا صنعت و صحنه رو انتخاب کردید. از کدام وقت همین فکر به سر شما اومد که صنعتکار شوید؟ بله، صنعتکار من از خردی من در اویله صنعتکار به دنیا آمدم و پدرم صنعتکار هستند. نامشون؟ حق نصر علواتوف. استاد اولین من هستند. یعنی صنعتکار؟ بله، هنرمند حوضخان. خب و در همون محیطی که من به دنیا اومدم در اونجا هر روز یعنی موسیقی بود، هر روز آهنگ بود، هر روز صدای آهنگ بود و از همون دوره یعنی از دوره کودکی همون یعنی موسیقی در دل من جا گرفت و من همین رو یعنی برای خودم انتخاب کردم. یک نفر شنونده خواهش کرده ایستادند که با صدای زنده یگان ترانه خود رو سرویت کنی گوش کنیم، گفته ایستادند. که وقتی که میگن که زنده خوان تو الکی در فکر میزنی که کدام ترانه چی ترانه رو خونید و من یکون ترانه از پدرم است، ترانه که خیلی یعنی همگان میشناسند، نشکند گل نام دارد و یک چور مصرع رو برای مخلصون میخونم. مرحبا. زنده هلا نشکند گل قدیرانه من صدقه شوم چشم شلایه، من صدقه شوم چشم شلایه، به ما نروی به گلستان، به ما نروی به گلستان. و اینجا این چنین زنگ نیست هست که ما میتونیم این لحظه قبول فرماییم. میشنویم. الو. سلام علیکم، شما بخیر. السلام علیکم، شما نیز بخیر باشد. سلامت باشید. من فیروز هستم. خب فیروز مرحمت، میشنویم شما شاید خب که چهارشنبه البته یک سوال داشتم. اویدی انمو وعده که کرده بودن از جایزه که در گات تالنت غالب آمده بودن و وعده کرده بودن که با یک دخترک نابینا من کمک میکنم و پرسیدنی بودم که به سوال من پره جواب گردونن که آیا همین وعدگی چی شد و انمو نام همون دخترک در یگان جمله گفتن و خواهش میکردم که گفته باشن در این برنامه که همین قصه چی شد همین وعدگی. خب تشکر میگویم برای پیشنهادی سوال و در هفته برنامه البته با این سوال جواب میدهند. چهارشنبه عموما سخن در باره چیست؟ زیرا که همین قصه کمی برای من نوروشن است. بله، راستی گپ قصه من گفتم که با یک دختره که بله باید یاردم خودم رو رسونم و بعد از اینکه اومدم ما یک دو تا چی گویم کمپانیایی که یعنی شرکتایی که یاردم میرسونن در همین سمت و ها یعنی همون دخترک رو با هوده گرفتن که انشالله با همراهی ویام و انشالله با این دخترک یاردم خودم رو میرسونیم. خب درخواست عموما چگونه درخواست بود؟ شما باید چگونه کمک رسونید بود با همون دختر؟ کمک راست گپ گفتم چیزی همون از دست من مولوی رو در نظر داشتم. بله گفتم چیزی که از دست من میباید من یعنی خیلی میگن که اگر
دست راستت خیر کند دست چپت نفهمد. برای من در یگون ویدیو نکردگیم یا یگون در اینترنت نپرتو فکرم که من همین خیلی کار نمایشگاری نکردم. بله نکردم. راست گپ یک در بسیار ولی کمک کرده بودید. در بسیار اینترویو همین سوال میباید و ما اولو هم در همین چی زینه قرار داریم و با همون کمپانیایی که هستن ما انشالله همون دخترک رو و یا با هوده گرفتگی که ممکن با یگون خارجی یعنی برند و کمک میرسند. اصلا کمک مولوی برای چی؟ برای با یگون کار مشغول شدن دختر یا که برای عملیات جراحی؟ برای عملیات جراحی. آها. چهارشنبه اینجا باز یک زنگ است اگر خطا نکنم و میشنویم. الو. سلام علیکم. السلام علیکم. شما بخیر. شما زیبای زندگی بخیر شدی باشه. رفا جان من به شما رو به عید مادران گذشته تبریک میکنم. سر وقت موفق باشه. تشکر زیاد. زنده باشید. چهارشنبه حلوات یک سوال دارم. سهراب هستم زاده شهر ایسار. مرحبا. حتی چهارشنبه گفتم میتوانید که از اشعار کدام شاعران بیشتر استفاده میبرید و تا به این روز چند پیته خش را دارید؟ نقشه داره که در 2020 برای مخلصا یک پیته برآورید. تشکر زیاد برای سوال خیلی یک زیبا و من یعنی سرودخوانی رو که وقتی که سر کردم من یعنی در ژانر خلقی خوندم یعنی فلک و یعنی سرودهای خلقی رو بویاد و در اونجا اساسا در فلک و در یعنی ما غزل ها رو از شاعرای کلاسیک یعنی از مولانا رومی، از بیدل، از حافظ شیرازی، از سعدی شیرازی خصوصا از زمین شاعرای بزرگ یعنی که غزل ها دارن در یعنی در همین ژانر فلکی بیشتر غزل ها خونده می شود و باز طول چند سال شد که من کمتر یعنی روش سراییدن خودم رو یعنی دیگرگون کردم و یعنی که با سرودای استرادی گذاشتم و در سرودای استرادی باشد من از یعنی خیلی گویم هستن سرودایی که خودم می نویسم، هستن سرودایی که مثال از دیگر جا یعنی پیدا میکنم و باز پدرم هم برای من سرودو می نویسن. بله کمک میرسونن و همین خیلی ما یعنی ثبت کرده به مخلصون پیشکش میکنیم. از شما پرسیدنی بودیم که برای راه یافتن برای اشتراک در لایحه گوت تالنت که در روسیه میون است این لایحه و برگزار می شود با کمکی که با همین لایحه راه یافتید و اشتراک کرده توانستید؟ روزی که شنیدم این لایحه در یعنی روسیه میونه میشد و دور اولش در شهر دوشنبه عزیزمون میشد من خیلی خرسند شدم و چه خیلی راه یافتید. شاید یگون برای اشتراک در این لایحه اول باید یگون طلبات بود که شما رو اجرا میکردید. طلبات چه خیلی بود. طلبات یعنی در شبکه اینترنتشون که باید ضیافه روان میکنی که در اونجا ویدیوهای خودت عریضه اشتراک میکنی. بله اشتراک میکنی، یک دو ویدیو نوار رو روی میکنی. بعد از اون با من جواب اومد که یعنی در اونجا قبول میکنند با کاستینگ و یا خودشون یکون طریق ویدیو تو رو نگاه میکنن و بعد زنگ میزنن که تو با کاستینگ گذاشتی یا نه. همین خیلی بود. جایزه موسیقی بوب نیز اشتراک کرده غالب اومده بودید. در برای اشتراک خود در این آزمون کمی نقل میکردید. بوب میوزیک اوارز یک یعنی لایحه بود که با یک شخصیت است که از شخصیت از امریکا است، نامش بوب است که وای انا همین یعنی چی گویم استعداد جوان رو در همه دنیا یعنی رفت و کفت و وایها رو دستگیری کرد و بعد یعنی یک چند سال شد که اون آدم از دنیا رفت و یعنی در تاجیکستان همون کمپانی باکتری است بختار یعنی همون کنکورس رو یعنی آزمون رو گذارون و این بخشیده با همون آدم است که با نام همون آدم همین آزمون یعنی دیگر هم یعنی در اون تنها استعدادهای نو برای همین هم اشتراک میکنن نه اینکه صنعتکارانی کسبی. باز یک چیزی مهمی که میخواستیم از شما فهمیم پس از غالبیت شما در لایحه گوت تالنت روسیه میونه در سامانه‌های اینترنتی آوازه‌های زیاد بودند که شما رو از ارکستر موسیقی خارج کردند و اون چی سبب شده میتوانست برای همین گونه رفتار با ما در این باره چیزی گفته میتونید؟ راستگه بله من در شبکه فیسبوک یعنی او قدر بسیار نمیدارم و یک روز در اومدم که با من روان کردن گفتن من خیلی من در اومدم که من خیلی کار
فیسبوک ورق میزنم در اونجا فقط صورتی من است و فقط همین خیلی گپ. بله راستی گپ این همین خیلی نیست. من نمیدونم کی همین خیلی پوستور را در فیسبوک نشر میکند و راستی گپ من کم در دیر از همین خبر شدم و من در اونجا یعنی یک تا دیگر پست نشر کردم که این خیلی است و در ارکستر راستی گپ من کار کردم و طول یک سال یعنی یا که بسیارتر شد که من از ارکستر یعنی رفتم با کارهای یعنی شخصی خودم سببگور بودن که من از اونجا روم و از با نیت دارم که در اونجا برگردم. بله برگردید. و من چی فکر دارید برای برگشتن شما با اون ارکستر؟ امکانیت است؟ بله امکانیت است یعنی که با همون نفرانی که شما فعالیت داشتید با جان و دل انتظار شما هستند؟ بله و کارگردانم با جان و دل مرا انتظار هستند و من باز نیت دارم که با کار برگردم. که شنونده ما درخواست دارند میگویند که شام بخیر باشد. من خرسندم که این شام مهمانی شما چهارشنبه علوباتف و از اون نفر خواهش میکنم که با صدای زنده برای مخلصانشون سرود زمزمه میکردند. خب باز همین گونه درخواست است. این به فکر من مقرر است و تمام مهمان های ما بسیار خوش میکنن که با صدای زنده سرویده باشند و مرامت باز از شماست بلندگویک و سرویدنی شما رو منتظرند. تشکر زیاد. مایلش یک سرود میخوام پیشکش مخلصون گردونم. سرود گلدانه دانه نام دارد و یک 4 مصرع رو پیشکش شما میکنم. میشنویم. دل مرا بردی عجب کارشا نکردی، گلدانه دانه کردی، گلدانه دانه. دل مرا بردی عجب کارشا نکردی، گلدانه دانه کردی، گلدانه دانه، گلدانه دانه کردی، گلدانه دانه. آنکه شهری نو میرم از صبح تا به شب میرم، آنکه شهری نو میرم از صبح تا به شب میرم. صدقه چشمانی تو خمار بگانه کردی، گلدانه دانه کردی، گلدانه دانه، گلدانه دانه کردی، گلدانه دانه. تشکر. خوب احسن میگم. چهارشنبه و خیلی سرویدنی خوب بود و گوشنوا و فورم. این لحظه باز یک پیامک اومده است از شنونده. 4 رقمی آخرشون 8363 میگویند که سلام علیکم چهارشنبه علوباتف، برای چی کلیپ نمیبرورید؟ و با سوالشون یکمین سرودی چهارشنبه علوباتف کدام و در کجا خونده است؟ جواب رو منتظرم. یکمین ترانه خودم رو در صنف سیوم بودم. در یعنی اون وقتا من در یعنی در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خوروغ من زندگی کردم و در یک کنسرت سال نوی بود که سرود نام دارد سال نو. تا حالا همون ثبت است که در آنجا صنف سی بودم و عذر اون رو بینم خنده میگیرد. یعنی صدای کودکانه است. بله یکمین سرود من یعنی سرود سال نوی است در صنف سیوم در کنسرت سال نوی خوندم. باز یک سوال دیگر میگویند که چهارشنبه اگر شما صنعتکار نمیشدید کی میشدید؟ خیلی از کودکیم به من یعنی دکتری خیلی معقول است و من خیلی میخواستم که دکتر شوم، اما برای دکتر شدن من میدونم که خیلی مشکلای زیاد یعنی خیلی همون فنایی که در کار است دشوار است برای شما مختنشون. من در مکتب کدام فنها رو اونقدر دوست نمیداشتید و فهمیدنش برای شما دشوار بود در سالهای مکتبی؟ الگبرا، ماتماتیکا، کیمیا با من خیلی نمیدونم مشکلی هم نه، خیلی نغز نمیدیدم. فنهای دقیق واقعا کمی دشوار هستند. اما یعنی از ادبیات و زبان و از اینها موسیقی هر روز 5 داشتم برای که خیلی خوب میخوندم. زنده باشید. شنونده ما با نامگی نمینویسند شماتون بخیر باشد و من میخواستم فهمم که متنی ترانه‌های چهارشنبه از حیات خودش گرفته میشود. تو امروز از حیات خودم یگان سرود نخوندم. سرودهای عشقی رو که وقتی که میخونم با من خیلی پسند هستن. من هم خیلی یعنی خودم هم سرودهای عشقی مینویسم و لیکن عاشق نیستید.
این مخفی است. беҳуда нест ки таронаҳои чоршанбе аловатов дар мавзӯи ишқ офарида мешаванд. боз мепурсанд аз шумо ки дар оянда барои худ ҳамсар аз соҳаи худ интихоб мекунед ва ё ки аллакай интихоби худро доред? мехоҳам ки аз дигар мисол дигар бо дигар касбу кор машғул бошад ва дар хона яъне бо тарбияи фарзанд машғул бошад, бале аз касби ман набошад. жанре ки шумо интихоб кардед ана ҳамин суруд дар жанри мадо месароед ба нафароне ки намедонанд ин тарзи жанрро. метавонед ки дар бораи таърихи ҳамин жанри мадо каме гуфта бошед? бале, дар жанри мадо ки мехонам, мадо яъне дар мардуми яъне кӯҳистон, дар мардуми асосан дар мардуми Бадахшон мадъияхонӣ, маддохонӣ ин хеле яъне машҳур аст ва мадо яъне аз ғазалҳои бузургон, аз Румӣ, аз Мавлоно, аз Саъдӣ, аз Бедил ғазалҳои хеле яъне пурмазмун ҳастанд ва дар васфи худои мутаъол ҳастанд. мадо ин аз калимаи арабӣ аст, яъне мад кардан ситоиши худованд ва ана ҳамин хел тарҷумаи ҳоли мадо. зинда бошед. хуб, инҷо дархост мекунанд ки сароед дар шакли зинда, агарчанде каме ҳаст, вале хоҳиш мекунем мегӯянд бо садои зинда месароедед. бозан суруде ки бо ҳамон ман соҳиби тукмачаи тиллоӣ гаштам, суруди ман дар ҳама ҷо мегӯям, суруди турки широзӣ аз устод Далер Назаров аст. мехоҳам 4 мисраашро барои мухлисон туҳфа кунам. агар 6 мисра мебуд боз худ мешуд, мо зид нестем ва мешунавем. اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دلی ما را، بخالی دویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی مهی باقی که در جنت نخواهی یافت، بده ساقی مهی باقی که در جنت نخواهی یافت. کناریا به رکنابا دو گل گشتی مسلا را. якчанд вақт пеш дар саҳифаи шахсии худ шумо навишта будед, хуб мутаваҷҷеҳ бошед, навишта будед: раҳмат ба касоне ки барои кӯмак кардан ба ман рад карда буданд. маҳз бо шарофати шумо ман ғолиб баромадам. яъне бо ин гуфта шумо чиро дар назар доштед? киҳо буданд ки нахостанд ба шумо шояд замоне дар ягон кор кӯмак карда бошанд? این خیل در زندگی من شد که مثال خواستم کمک از یک چند کس و نکردند، اما و من خودم کوشش کردم و بخت برای من خندید. خوب شد که کمک نکردند و یا که برها کمک کنند خوبتر میشد. باز راستی گپ گویم هم خوب شد، خطا نمیکنم. اگر کمکم میکردند راستی گپ باز خوبتر میشد. تشکری زیاد میگویم ما با چهارشنبه аловатов برای он ки ба барномаи мо ташриф овардед, фурсати худро ҷудо кардед, аз номи кормандони радиои нав бори дигар шуморо хушомадед мегӯем. таманниёти шумо, дархости шумо шояд ба шунавандагони радио, ба мухлисони худатон ки айни замон моро гӯш карда истоданд. бале, ташаккур зиёд як бор дигар ки маро ба барнома даъват кардед ва хеле як суҳбати яъне самимӣ гузашт, кушод гузашт. ташаккур. барои мухлисон гуфтанӣ ҳастам ки интизор бошанд, навигариҳои зиёд аз пеш аст, консертҳо дар пеш аст. бале, консертам дар пеш аст ва боз барои кулли яъне мардуми шарифи тоҷикистон хоҳон ҳастам ки ҳама вақт саломат бошанд. дар хонаводаи ҳамаи мардуми шарифи тоҷикистон
хушиву хурсандӣ бошад. ташаккури зиёд. бори дигар ба чоршанбе аловат мегӯем ки ин шом ҳамроҳи мо буданд. азизони дилхотиррасон мешавам ки барномаи шомгоҳи бетанаффус буд давоми 2 соат ва ин вақт бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. боқи хайр мегӯем, ҳамеша дар нав бимонед. Новое радио.